کتابی که دنیا هنوز ازش عصبانیه. چند روز دیگه میخوام یکی از ممنوعه ترین رمان‌های تاریخ ادبیات رو براتون بخونم. کتابی که بعد از بیش از 70 سال هنوز جهان رو عصبی میکنه. بله، لولیتا نوشته ولادیمیر ناباکوف. کتابی که فقط منتقدان ادبی رو به جان همدیگه ننداخته، دادگاه‌ها، دولت‌ها، ناشرها و حتی کتابخانه‌ها رو هم وارد ماجرا کرد. اما سوال اصلی این نیست که لولیتا درباره چیه. سوال اینه که چرا هنوز ازش میترسیم؟ آیا لولیتا یه رسوایی اخلاقیه که اصلا نباید نوشته میشد؟ یا شاهکاری ادبیه که ما رو مجبور میکنه با تاریکترین بخش‌های ذهن انسان روبرو بشیم؟ این رمان درباره چه اتفاقی میفته نیست، درباره چطور روایت شدن اتفاقاته و دقیقاً به همین دلیله که هنوزم خطرناکه.